سلام، مرتضی مهراد هستم و اینجا رادیو بیگانه. به نقد فیلم زندگی چاک خوش آمدید. از سالهای دور دانشجویی خاطره‌ای دارم به این شهر. سر سفره محقر دانشجویی روی موکت کثیف و زبر خوابگاه شام می‌خوردیم. نمکدون تو دست من خشکش زده بود و خودم اسیر چنبره مشتی افکار وحشی بودم. دلزده از زندگی بی‌طعمم گفتم اگه من بمیرم این نمکدون هم با من میمیره و دیگه وجود نداره. هم اتاقی کشتب و بیمزم مسخره کرد و گفت نمکدون ولی از بین نمیره ها، فکر نمی کنی داری چرت میگی؟ مواجهه مجددم با این ایده به زعم ایشون چرت در قالب یک فیلم، اون هم فیلمی که استیون کینگ سرمنشأش بوده، برام زیبایی معجزه‌آسایی داشت. زندگی چاک ترجمان تصویری این جمله است. مرگ من، مرگ کل هستیه. استیون کینگ نویسنده باهوش و در عین حال فروتنیه. کسیه که موجودی پیچیده مثل انسان رو عمیق میفهمه ولی ساده و قابل فهم بیانش میکنه. این توانایی رو در بسیاری از رمان‌هاش که منبع اصلی فیلم‌هایی چون مسیر سبز، رستگاری در شاوشنگ و درخشش بودن تجربه کردیم. حالا تصور کنید چی میشه اگه نویسنده‌ای چنین چیره دست داستانی بنویسه بر اساس یه شعر بسیار بسیار معروف از یه شاعر خیلی معروف. این فیلم رو میشه ادای احترامی دونست به شعر آواز من اثر والت ویتمن. شعر بلندیه، من فقط 2 سطرش رو میخونم. من پهناورم، در بر دارم انبوهی را. برای فهمیدن فیلم باید از درک شعر ویتمن شروع کنیم. وقتی معلمش 2 تا دستش رو روی 2 گوش چاک میذاره و ازش میپرسه بین 2 دستش چی قرار گرفته، مهمترین پرسش و حساسترین مرحله در فرایند فهمیدن این شعره. پهناور بودن و در برداشتن انبوه برای آدمیزاد چه معنایی داره؟ ایده‌ش ساده است. دنیا همونقدر بزرگه که ما بزرگیم و حتی کمی افراطی‌تر هرچی در دنیا هست یا اگر بخواد در دنیا وجود داشته باشه اول باید در ذهن ما هست بشه و به وجود بیاد. به زبان ویتگنشتاین مرزهای زبان من مرزهای هستی منن و ما چی هستیم جز زبان و کلمه؟ معلم مدرسه آقای اندرسن و همسر سابقش فلیشیا رو در نظر بگیرید. اینا کیان؟ چاک در بستر مرگه و این آدم‌ها عناصر و ساختمان‌های زبانی هن که توی ذهن چاک بزرگ شدن و برای خودشون زندگی مستقلی دارن. این آدم‌ها که دارن دنیای آخرالزمانی رو تجربه میکنن همشون شهروندان زبان ساختی دنیای پهناور توی ذهن چاکن که در مواجهه با مرگ چاک ترسیدن و میدونن که مرگ محتومشون نزدیکه. چرا زندگی چاک موفقه؟ فیلم به لحاظ روایت پیچیده است و سر و سامان دادن به خط داستانیش تماشاگر رو به دردسر میندازه. برای همین فیلمساز از تمهیدهای ویژه استفاده کرده تا هم پیچیدگی‌های روایتش رو حفظ بکنه و هم بتونه تماشاگر رو همراه بکنه و بهش بفهمونه که منظورش چیه. یکی از مهمترین این تمهیدها تکراره. شکلی که چاک اون دختر رو تو خیابون به رقص دعوت میکنه، اول کف دست راستش رو باز میکنه و بعد دست چپش رو، به تنهایی زیبا و چشم نوازه. اما در پرده بعد میبینیم که این رو از مادر بزرگش یاد گرفته.
این تمهید باعث میشه روابط علت و معلولی بین شخصیت‌ها رو بهتر درک کنیم. صرف نشون دادن شیوه دعوت به رقص در دو موقعیت تاریخچه شخصیت رو به تصویر میکشه و اون رو در شبکه آدم‌هایی قرار میده که از رهگذرش میتونیم ساخت روانی و عاطفی شخصیت رو بشناسیم. در واقع مسئله صرفاً این نیست که چاک رقص رو یا اون شکل از دعوت رو از مادر بزرگش یاد گرفته، بلکه فیلمساز نشون میده چه رابطه عمیق و معناداری بین چاک و مادر بزرگش وجود داشته. وقتی تیلور درامنواز ازش میپرسه چی شد که ایستاد و چی شد که شروع کرد به رقصیدن، پاسخ میده نمیدونم. وقتی صدای راوی روی فیلم میاد دوباره این دو سوال مطرح میشه و ضمناً این چالش هم مطرح میشه که اصلاً آیا نیازی هست پاسخی به این پرسش‌ها داده بشه؟ تکرار این دو موقعیت و رقص بدون چرایی شخصیت میتونه دلالت داشته باشه بر اینکه شاید چاک مادر بزرگش رو فراموش کرده. اینکه نمیدونه برای چی رقصیده نشون میده که شاید تصمیم گرفته به رابطه زیبایی که با مادر بزرگش داشته بی‌محلی کنه. اما هرگز مادر بزرگش از خاطرش نرفته و در دنیای ذهنی اون همیشه حضور داره، حتی اگر خودش خودآگاه نباشه. این چالش که حتی نیاز به پاسخ نیست ناظر بر همین حقیقته که آدم‌ها همیشه پاسخ و دلیلی حاضر و آماده برای کارهاشون ندارن. وقتی خاطره‌ای عمیق و دلکش بخواد به واسطه یک محرک بیرونی یا درونی راه خودش رو از میان اعماق ناخودآگاه باز بکنه و آدم رو وادار به کاری بکنه، کسی جلودارش نیست. ضمن اینکه شکل شخصیت پردازی مادر بزرگ به شیوهیه که اون رو سرزنده و عاشق زندگی معرفی میکنه. پس از سالها سر و کله زدن با اعداد و حسابداری خشک، چاک فرصتی پیدا کرده برای اینکه خاطرات گذشته رو با مادر بزرگش دوباره تجربه بکنه. فرصتی که بتونه بی حساب و کتاب و در لحظه از زندگی خودش لذت ببره و اساساً زندگی بکنه. از این موقعیت‌های تکراری زیاد داریم، ولی حرف اساسی اینه که فیلم هیچ اشاره مستقیمی نمی‌کنه که این شخصیت‌ها در دنیای ذهنی چاک رشد کرده و زندگی می‌کنن. اما برای مای تماشاگر قابل فهمه. بریم سراغ این که چرا این فیلم در 3 پرده ساخته شده. پرده اول زندگی شهروندان ذهنی چاکه، آقای اندرسن و همسرش فلیشیا. پرده دوم زندگی واقعی چاکه در بزرگسالی و پرده سوم دوران کودکی چاکه. در ظاهر ارتباط چندان شفافی بین این پرده ها وجود نداره، ولی واقعیتش اینه که در اصل هم چنین ارتباط واضحی وجود نداره، بلکه تنها نشانه های تکرار شونده در 3 پرده به نمایش در میان تا ما بتونیم اونها رو در ژرف ساخت به هم متصل بکنیم. ساختن این مسیر به 2 دلیل زیبا و کارآمده. یکی این که ناظر بر حقیقت زندگیه. یعنی اگر خیال کنیم ما از ارتباط و چفت و بست دقیق و شفاف همه چیز باخبریم، توهم و هذیانی بیش نیست. ما تنها به گوشه‌هایی از حقیقت و روابط بین رویدادها آگاهیم و تنها دستاویزمون برای فهمیدن کلان روایت زندگی همین خرده روایت‌ها. دومین نکته از دل همین نگاه برمیاد که پرداختن چنین فضایی کنجکاوی تماشاگر رو تحریک میکنه و از گیرنده‌ای منفعل به جستجوگری پر جنب و جوش بدلش میکنه که برای فهمیدن باید تلاش کنه. باید به تک تک جزئیاتی که در هر 3 پرده تکرار میشه دقت بکنه و سعی بکنه بدونه اهمیت این جزئیات کجان
و چطور به هم مرتبط میشن. این عین کاریه که ما برای فهمیدن زندگی میکنیم. ضمن این که به هیچ عنوان فیلم ادعای عجیب و غریبی نداره. اتفاقا خیلی اصولی و منطقی روایتش رو میچینه. اما روایتش کامل نیست. بلکه در میان شکاف‌ها نشانه‌هایی گذاشته تا تماشاگر سردرگم نشه و خودش بتونه مسیر رو پیدا کنه. این شکل از فیلم دیدن خودش تمرینیه برای اینطور دیدن و فهمیدن روایت زندگی خودمون. برای جمع‌بندی باید بگم ما هیچ وقت کل روایت رو نداریم، بلکه تنها به نسخه‌های باز تولید شده از واقعیت دسترسی داریم که اونها هم توسط دستگاه زبانی ما ساخته شدن و لزوماً نمیتونن نماینده تام و تمام قد واقعیت باشن. در واقع هر چی که ما درک میکنیم از رهگذر زبان درک میکنیم و زبان لزوماً آینه واقعیت نیست. زبان خودش یک واقعیت منحصر به فرده. من شخصاً عاشق آثاریم که در اونها فرم و محتوا در هم تنیده شده باشن. توی زندگی چاک چندین بار اشاره میشه که سخت‌ترین بخش صبر کردنه. منظورش اینه که همه ما میدونیم که روزی خواهیم مرد و فقط تا اون روز باید صبر کنیم. شگفت این که خود فیلم هم همین شیوه و مسلک رو پیش میگیره. اصلاً فیلمی نیست که حاضر باشه به این سادگی تن به عریان شدن بده. با وجود اینکه 2/3 فیلم گذشته، اما هنوز کلی سوال و ابهام وجود داره. اگرچه این ابهامات پیچیده نیستند. برعکس، فیلمساز ذره ذره اطلاعات میده و تماشاگر آب دیده به تدریج از یک جایی به بعد خط و ربط مسائل رو تشخیص میده و در 20 دقیقه پایانی فیلم رازش رو برملا میکنه. این یعنی این همانی فرم و محتوا که بسیار زیبا و کمیابه. در این شکل از قصه گفتن، قصه فقط در قالب محتوا منتقل نمیشه، بلکه خود فرم و شکل و شیوه داستانگویی هم در فهمیدن معنا و محتوایی که مد نظر فیلمساز و نویسنده بوده اثرگذار میشه.